باش مري هالي بعد صفرا ما بصير كاري هبرك عقبو هذا جابر عمو منين سلام انترو جان جوده داده سلامتی من ترو به همه دوشگی میچی واسطه برام آشما کو ها همه شیرنی ها من ناکو کجیم بگو بیا می درست میمانه یعتگن لیب جایی سبای نهاری کارتا در بوده چه دوشی هرام من باز پریشان تو چه من ترو دربو شیرنی چیزی ورند یا که شیرنی نامی نگه گوش بران شیرنی بگرون پس انبل چون چین گپی نجه ما دوشی دیوه شده وار شما نیهته شیرنی کجا بوده اون موقعشه شنبتر چونه تو پیر بودی میر نبودی ما شایی زاماسی تو پشیمانه والا من ترو تو جا من ماته تو همه گوه مارشگان جنه که تی زاماتی پشومانو هنو که ما زامات بوده یه چوک ماره آدی که ما رو زامات نکو هنو هم که یایی مدام مروارده بری من تنبه کنه چو عیجنه حالا من زانم منی نکو شیرنیان گفته واش خدا بس بیا وجه بچه شما هنگه نرفتگی و اجه کار جوز بگر وا بوده ته همیدی هنگ ولی لطفا من نماز وانتنا واب کفت با اندازت که واب مندی آینده تی همش که اجه کن و به لوده بسوچ توی آینده ترک پیر کمی آینده گم جوشان مروه چی که من درست سرمستران لوٹته تو واب بکن مروه چی من آب آبرو بری شما شیر نیایده چوشن بله شنبل با شنبل ها یکی من نندل گوشتی هر با شنبل دی بگو شیرینی دیگه ته پریشان ببه بچه شیه باشه ناکو پیسته شیرنیان گبته یر کتی بیا چاره بل چکتی پی نه که زهر کنه کال بکنه نیسته؟ بچه چی ستوری گپ بگورا این شیرینیانش کجا هشتنی؟ گوشتی ما لوگا قدیمی ازم بله گوشتی زو بیای گوڑ پچه دوار عزت یر کتی بلکه باز آرته نکتگا واقعی بلکه کنی بیا رینا جهد کنه اون لعب جا مردمانه بگوش سرمسترانه بگوش یادا زید برسیم باش مزار بجه ندرو شیرکنیان ماشون بزیره بره بله من حیرانم باز حیرانم این شورایان ناکو باران بگو هنچی نبیتگی نکنه هنچو مردم شیرنی جا ادانه مردم بلکه آب بچه رو ماشون رای امدید بلکه وار گرای تیگه رد داتا دوار کلاگ زورتا ها یا نه آده گپی آیا دیگه گپی کتش دیگه گپیش کن ها یا همشیگه یا کشانه عزت لوگو پام داره اون پا بسته همشیگ در پچه به قدیمی لوگ همشیگه عزت دیگه همشی آچکار همشی بوده کنه ایده شیرنی جایی نه شیرنی یکی بلیده تو بچه باره اونه داره تو این ندی گانکو لایت روشن کنم منی گانکوان زبر نمیره بلم گانکو چارنی من لایت من ایچ کمر بلنده زنگ بنا کباران جنو ایده شیرنی جاوه نه شیرنی که یر کهیده در بی ایشی هم کلام گبته که هیچ نگیبته ای شیرنی ها اگه ببی ایده ورگین همه ناکو یک ساعت زنگ جن گوشه نزوری که ناکو
بگی بیا سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واجه باران چی حالت؟ مرد چی گوشت دیوانی رو چی؟ چون که جا کهتے هم بریگن شعرها زبردست هم نه واجه باران سخت شر. واجه هر کار می دستا ببید ما کنه، چه مردمی کار ببی، چه ملکی کار بی، چه ورنان دلوحشی ببی یا این رهشونی بی، ما حاضریم واجه یه من حیالا یه تمامی کار کردار همین نوکی ده یاری واجه گلجانی کارد. شاباش واجه گلجان ماشاءالله. شاباش. سلام. سلام. خیری؟ واجه ناکو شنبال ندید تو لوگا گوشتی که شایی که را کهتے شنبال؟ ما صبح سر محل شده شورا دفتر که شنبال ما شیرینی خرید کنیم. ما وادی کشتوشن لوگا هم نیا بیدینون کهتا یا الله یا خدا چی؟ اوڑے وہ دیگه چی سرگه؟ چی؟ والا سرگا های چیه آهان چو سره تروه که بعد چی سرگا باندگا من حرام او ده سری او تو چایوا لیت بزن تو چیه سوری؟ لیت من نشم شنبال ترسوه کن شب ترسان چیه؟ ما ده کزه زنگان جنگ شنبال چی؟ من لیت جنوب چا من اسبانی که من یه چی لیبی بی باری چوی لیبی آه سربستران دیگه ما واجه مالوی دیگه ما بی بستر داری والله بستر چونه؟ ما مرتون ما داشته که باشه مکم منه چو بیار پن ساری که والا جن نه جنی نه؟ شیچه جنی کمتر دب؟ شیچه جنی بدره؟ چه پس دیسته؟ پدا بس کنی چه جنی چه شیلانچی چه جنی ده هستی کلام ورا مروان کلام گبته این ملک آنتری نیستی بچه کن دعا بکنی من لیب جا ای سرمستران مروه چی بیام یا پابرو شو دعا بکنی اوڑے ماده چیر شیگر گیره تو دیوان انته؟ لایب جا دیوان اوه ما کئی گم پیکرام بجنے ما یہ پس گم پیکرام بجنے مسند دیتے میں جانتا ما جانتے ہیں یا ما دیوان جا لایب جا گا پیکرام بجنے والا من تو کار کود نکنو و شما دان پی دیگه هر دوی کاران بیدان یک کشیت خدا کو بلکه ما شما در بودیم مرو شما را کپگی و کلاتی بازی کنان در دینه و پاچین کپگ بگی و بسیک یعنی بلکه در بودیم خدا ات کیزا دو تا گوی کپگی من کپگی یا الله دل دوستو کا مرو گاری مکه وابو هم پا آن لان کنه که نه نرسیده بیا مدیر کل جا بیا من مدیر کل ندی سبیل تو ناکو شنبال دانش مست تو ابتای کنی بابا تی کاکا شنبال بلکه هیچ نه کاکا شنبال ملت کار هستی نه پیلی کنو وجه گلایش ببی مرسل اگر شنبال وجه دیوان پاک واجهی تو هر جسوره شنبال انتره این محلو پای گداری ببن و ندارو فرمایی واجه شما علم بکی ورزش باز بهترین چیزی برای صحت واسطه باز بهترین چیزی که شنبل و شنبلی سنگتان یک کار سرانجام داته و ما الله تبارک و تعالی بارگاه امیدواریم که شنبلی یه لبجا فمیشمی جوانانی واسطه باعث هدایت بیتید و میشمی جوانان چه حرابی کاران برک کنیتید و تچکی راه بپری نیتید واجه بفرم درود دیم ده واجه ها شر من پت اگه حال چیز شما رسید من حتما حال بده من پریشان جمع ببون شر الله میاره منتوار یا خدا دیگه باید تا که زنگ به جنوم من
چین چون محلو گات که کارمستر رئیس کمار بارن چه کجا کجاش پیدا کن ایتی شومی زامات کجیم درو محلو گفت لی پرماتا ما هم نزانا چند رنده گوانکو جتا وہ دا ہن نہیں لوگ مردم ها پریشانا کجا شده بچکا دلگوش کنه منم ما شما دهن نگه پشنبلگی معطل بیتگه حتما گپی پیشاد که نیاد که ولی من هم دعا کنم شما دعا کنه هرچه زودتر بیان من نزانه یکم باید مزار دودا کجا شدن شما جوانه اتار پیش بدارید میار جلی و مهمان نوازی هم مشم نه 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 حجه شنبل و مزار ادا ببن ما وای همچین شعری پر شما واشی الهام بکنم که شما یه جکی مزار کو نامه هم بشموشه یاد کم هرچی گپا منیگم ولی من نیل پیرزابای دینم شی های دیما کم بیت شرمندگ بی ما با توی استاد مربی هم یک کپه که مربی گیری من نزانو نمنی برات دلا دل جمع کن بلکه شنبالی کلا تیم دیسته چو ترسته و تیچیر کته تیچه گوشه هرچه وجه هرچه تا تمرینان بعدا نوی توی جنجا من نزانو مرون دیوان بونگیج کنم بعد چاوا دیگه شنبلش آمد کنم سک بیواد بیتا بچکان پیسا کپه که بچه بیان رنده گرو ساز و زیموله ما این تو که بلا هم واشی گپ پیگون ترا جرانده بگن گپ پیروز تو اپجا گو الله پاک ناما واجه سربازیا وش باشته زرد رنگ و محبلا لا اله الا هو مد درونا مد دلا لا اله الا هو چه جن و انسا اشکتا لا اله الا هو چه بلبلا چه شاطلا لا اله الا هو منتواری و دستبندی کنو چه واجه مدیر کل ورزش جوانان چه واجه فرماندار چه واجه رئیس اداره پاکام منتواری و دستبندی کنو و شاد که گوشم شما دهیار و مهمانانی که چه سرباز کلاتا آتکگن گون ورزشکاران و ازمکارانی که مشم محفلا هنی هستن ما گون و دارین چه میا شما رهچار بیتگین مروچی ما گلا بالین که پیرزباد زیبناک و دولدارین مروچی پیرزاباد و کلات لیبه انگلا کینگی نوٹو پوجیاند منی کشا نشتگا لیب برجم دارک بیتا وا شاباش کلات شاباش پیرزاباد باز وش لیب بیگی دو نپا ٹکر تگا یک پیرزابادی یک کلاتی جاتی مروچی اور ریستگی کلاتی بچار ریستگی کلاتی نہیں آدگر ریستگی پیرزابادی بچاو اور ڈاڈے کلاتی بچاو بچا چون ٹکر تگا جتی کوشتی اور ایک گیری کوڑ جنے گے دو بار منی والا وہاں بے جتی کوشتی
لپیم تی بدبخت کشتی پیرزابادی دادین تیم هنوگی پیرزابادی شلگین تیم بچه هنر دست اول از دست اول فروشگاه و نمایشگاه فرش ماهور عرضه انواع فرش های 1200 1700 شده در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع فروش اقساطی با بهترین شرایط زاهدان میدان مشاهیر نبش بلوار بهداشت سرابان خیابان امام خمینی رحمت الله علیه روبروی بانک ملت فروشگاه فرش سپاهی فرش ماهور گسترده تا دور مردم وجه هنچو زو گوش نگیم نورس شان هرکم بیار ما هنچو گوش نگم بچه هنی واره دو واحده که تو واره؟ نا کجا این شنبل هر رویش یه شهدینی دعوا کنه یاری که پر جور کنی مروچه انشی وجه روچه 10 بار ورا کوا شهرین کوتیان شما ما وارتیم شما روی چه 20 بر شان پچک بوا تو ولی ناکو تبزو شبزو بور یک بور تو tak başı. Ama vaştiriyen şehadiyeni. Her vakt hazır enti diye mi? Loge eğer şehadiyen nist, uluvodan delcemi şamiye nist. لبخندتان را زیباتر کنید. خدمات نوین و پیشرفته دندان پزشکی در ساختمان دندان پزشکان سپید. زاهدان خیابان دکتر شریعتی جنب پست بانک. سیما آگهی نمایندگی انحصاری پیام‌های بازرگانی صدا و سیما به نشانی جدید انتقال یافت. زاهدان خیابان دانشگاه سراح دانش ساختمان صدا و سیما تلفن تماس 3341 89 99 سلام، کلی خبر خوب براتون داریم. ارسال رایگان، قرعه کشی، قیمت مناسب و کلی خبر خوب دیگه. فقط کافیه گوشیتو برداری، با همون تماس بگیری و از دنیایی از قطعات خوراکی ماشینتو سفارش بدی. خیلی زود بسته‌بندی میشه و میتونی چند دقیقه بعد در خونه تحویل بگیری. با لوازم یدکی 7 خیال ماشینت تخت. شهرک کارگاهی میدان فنون فروشگاه لوازم یدکی 7. شرکت محصولات غذایی شهدین تولید کننده رب انواع کامپوت و کنسرو مربا و ترشی با احترام به حقوق شما مصرف کنندگان گرامی بروزترین تجهیزات و ماشینالات و آزمایشگاه‌های مدرن را به کار گرفته تا محصولی با کیفیت را برای شما تولید نماید. ما بهترین ها را برای شما می‌خواهیم. شهد زندگی با شهدین. فروشگاه لوازم یدکی 7 شما را به تماشای ادامه این سریال دعوت می‌کند. چه شنبل نه؟ مالی برای ما نه
مردم اشتغل جای این سنگته دون بی پاچل پچ بازی کن شعر بو که ما نشد همشه پیرزابادی کی کلاتی لعبه واجه کینگیو نوٹو پوی سانگتان کنگلا شمدی کرنشتگا هنو لعب برابر بیگه پیرزاباد کلات دیم پدیما افسوس آ پیرزابادی دادین تیم او هنوگی تیم بچه بجنی نه بجنی وا کلات دیم آئے آ پیرزابادی دادین تیم مروچی تیم شاباش دوی تیم لعبه هم افسوس مرتگه یار جان شاباش می دنگران دیکو دیم دم هست شاباش بران تیست کن جان لگی توی زده آی همانم بشانی که کپی اسپیلاپ بی هم دا هست شاباش منی دیگلاپ گو هست شاباش پیرزاباد منی حالا هار داتا افسوس الاس منی حالا مروچی ما هار داتا تیم برگه کلا دیمای جیان توشه من رو 3 ماه تمرین کتا ایشم بیا یه تیم برو یرکب ماشین موتور مردم صد این که علم تو اکان شنبل بیرتر روڑه هنو ادروک بگیر چه بیعزتی چیزی نی کجا بیرتر ره؟ بچه او چکانه بچه سماتان بو رین راستین گپ جنی هک راستین گپ بجنی ماش ما دیگه نه شهر کچی راستی گپ پرین کنه نه ماشه مرا باند و زندان کتا خود بچاره ره من آیام دو باندات چی بیتی دیگه را بل بسوه چی بل دیگه چیزی ماشو پا شیرین رابطین چو بوده اگه ناکو بارم مهمان شوانایی نکو تگتن تو شیرین نگرته برو چون بکن بره یا نه واب کپی ما چه واب گرانه بره یا خدا تو مار مدد که یا خدا می آبرو بزو شنبل بیا بره بی عزت به شاباش انت شنبل شاباش انت مرد کجا این مقصد دیراک چیه تو کجا بیتگه کیا ترحک هسته این چوکن دیوانی دیا خدا بیابرو بود تو چون بو خدا ازان لوٹتون واجه ازاد بو لوٹتون شرابدارین دیوانی بی ربتون شیرنی بیارم من چی ازان چو شبی را شیرنی بیارم گیرم که هنچنج با بعد تره گوشون چی بوده کپک یا حالانو بده آبه کپک پولتا آدی یه واجگاه دردترین ایدانه آدی که تا سرمربی ایدانه کپک کجا رسیدشه بیا بچاری آها بو تو جلدی کن برو آماده به جلدی که برو دودا 2 سال تو کار کتا بچارون چیه کنه برو هرچی کنه چی کدیه رنچش یا تی سازو زیمل تیمه رنچ کپکا برو تو آماده به بوتی بچه که درستانه بسه کیم بگو چی بکنه یک تیتین برنامه بکن برو ردم دلون نبی چون بکنو هنو برو شنبل تو دستی سر دیما کش زود که جلدی کن دستی سر دیما کش برو بودا سرمسته رات که گن درات که تی شیرنی کجا تو پچی دستالی یاد که گه مدیر کل حتا راست کی رئیس شورا بچا بو چون بو یا خدا من چون ببینه آبرو پچی ره وا شنبل وا شنبل یه وجه سلام علیکم جوری جوری وجه
وجه مدیر کل وجه جادی واشی سلامتی واشهتی وجه باز واشهتی سلام علیکم جوری شما دادی باز واشهتی وجه باز واشهتی شنبال و قدیما گوشتنش سر برو تو کال مرو تو کجا بوتگی این کسه چیه مرد واجه کجا بیتگه تو ملک کماش مستر شورا درست لوٹائیں تگا اور تو گاره ودتی لوگ مردم ها پریشانه ناکو رنده تر باشون بیلو قرار چیه میشمی قرار شینات که شورا که اون که مهمان شوینایه چوینه کب ما چند جای گیر بود تگم بهاترم شیرنی آقای درو چیز برابرم بل تو بگو این شربت و شیرینی چیه بود؟ شربت شیرینیان که صاحب بکن می شورا قرار توی مهمان شوینایه بگی شورا هیچ می تو کاری مردی وجه معترضم تو شورا بل برو ودا باکو بجان لوگ مردم پریشانه अरे बेन ना मचा कुछ पैदा की इश्यू शांत से कुछ पैदा अरे वो दो चीज बर्बाद भी हमारे दुदार वाह वाह शाबाश दुदार बिया दुदा जान के पिरजा आबादिश बो बिया दुदा जान दुदात कगनी शंबे रुच खा रहे याद का आखिरी अच्छा नेले दुदा जान नेले बच्चा ठीक है बच्चा पिछली लौट कब गिरी वाह वजती वाह पिरजाबाद वाह शाबाश पिरजाबाद शाबाश खेंगला शाबाश लोटू शाबाश शंबल जान वाह पिरजाबाद माई तक काटी वाह शाबाश पिरजाबाद پدا استان مهمانان و شاد که بشون که آد کم مشمه ملکا و کنجی چه یه مشمه ملک دید بلوچ ما بلوچستان میگند بلوچ ما بلوچستان میگند نه کسی گلین سیستان میگند الله میاره تیم پیرزباد و سرباز کلاته بلی که پیرزباد تیما کٹه تو برتی بله می چمانچه سرباز تیما برنده اید شما چاپی بجنشان استاد انی اگر باری هم ببیته ما دعوت کنیم چه گروه موسیقی و رقصا که واجه مزار تشریف بیارید ادا و وطارا پیش بدارید چاپی بجنید استاد نگاهی به او کرد و گفت من میخواهم با میکروب ها بجنگم تو آنها را اینجا ندیده ای؟ گنجشک جواب داد اینطوری که نمی شود تو باید خانمارواره یواشتر بگم پش کبتگم خب ندرون دوباره یه گوشون بنویسی اما خرس کوچولو به بقیه حرف های او گوش نکرد رفت تا به بچه فیلی رسید بچه فیل گفت اگر میخواهی با میکروب ها بجنگی باید اول دستهایت را خوب بشویی شر انتهم دا بسه سب کنی رند و چارونش شنبل جانی گوشی زنگ آرگن مگه شنبل گوانکو حرابه؟
الو شنبل تو کجا بیت تگه؟ صد رند من گونگ جتا گون تو کش بنا چه پریشانی؟ قبرستان بودن قبرستان پرکی نکن هنچین جای بند بوده اون که خدا ازان 100 بر الله اکبر اون کرده که یا خدا مایده برکه مودو حرابم بلم بسوه چون مش می قرار کتی بچید دوشگه قراران چیده من چین که گوی ای شیرنی و مهمان شوینایی بیا شورای دسته ناکو جان سلام علیک و علیک سلام بیا ای شیرنی ها بگیر بیا میسر برز بکن دیم مهمانا هنو یا شیرنی هیچی نمیسر جهلی هنو که نبوده تو پریشان مبه چه بکنم آبرون را سرون جهلم بیا مردمان بچه کیامت ایدا سرمستران رهتگم مردم رهت شیرنینی کی سر جهلم منی تا معبره کنو بیا مروارده برون تحدید چیه منی یا مروارده برون تی برک تحدید منی هنچو میر و سرداران نشته تو و تی هوش و سارا پر لب بکن که پواشی حلاس ببین تو شنبل واجه کیا تر لوٹگه کیا؟ شهرم برو تو باور که سران جهنه باور که نزانم چی جواب بدم هنو سرمستر من چیه گوشی تی حیالا دیگر هندی منی سرا بروسه کن تا 100 سال من دور دندره گوشی چی ود کول کراری شه زبان نیسته نتوندی شیرنی تیار بکنده مروارد دلو حولکن هیچ چیزی نه هنو مردمان رهتگن هنچه واشه مدافس یون دور گپ بجرم اللهی میاره ملو ملشلی داوانی بانور تو منی وابانی بانور منی وابانی ملو ملشلی داوانی بانور تو منی وابانی بانور منی وابانی ملو ملشلی داوانی
وشن باز وشت می دیوان مروی چی شما لیب و ساز و زیمل و دوچاپی درو دیتن ای درو چه یک زحمتان تن یک جوانی هنچین شما جوانان دار آیی هیچ کس نه بگر چه واجه شنبه روچکار آیی که بازین جهد و کوشستانت که مرچگی محفل اداچو دارگ بید ولی یک چیزی هم مشون آیی که سنگتا هم باز جهد و کوشست کتگا یا چاپی بجنشان بیستا کیا نامرد من نام تو پرچه نگه من نام گرگون آهانچه چه واجه نوٹو پا دستبندی کنو پہلی لوٹو واجه پیروز گون سنگتانی چاپی بجه نشان بستا من تورش میں چاپانی واجه یہ واجه کیای وقتی لائکیه که من تعریف توصیف کد دیگه ما اینچه تعریف که توصیف قابل و نه ما چه زحمه جتا یہ کار کتگان در بچه کار کتگان و نباید هم واجه کیای من نام بگیبتیم پرچه که ما را وقت گلایی و وقت پیشداری وحش نبی منتوار واجه وحش منتوارم هنگی مرچین لیب و ساز و زیمال درو شما دیتا یہ درو پا یہ حاطراتن که شما درو بزانید که می جوانان سرباز و راستگیگان چین چو توانایی هستیم که توانان سجین کوهان و گران دیما بروان و کامیاب ببنتیم هنگی تیما دعوت کنون چه واجه مدیر کلا که مشمه مهمان خاصی ہیں که آئی بیت دار تلو سرا چاپی بجنی الله پاکی ناما عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما مردم خوب و شریف و جوانهای پرشور استعداد روستای فیروزآباد اجازه بدید که قبل از هر چیز خوشحالی خودم رو ابراز کنم از اینکه امروز در جمع شما هستم در این لحظه خوب و همچنین من واقعا باید بگم که امروز واقعا شوکه شدم از اینکه تو این روستا با این امکانات کم یک همچین برنامه‌ای با این کیفیت برنامه‌های خوب هنرمندان واقعا نمیدونم چی بگم خیلی فراتر از انتظار من بود ما جاهای زیادی رفتیم برای افتتاح ولی این چیزی که امروز این برنامه که امروز دیدم خیلی فراتر از انتظار بنده بود و امروز من به یه نتیجه‌ای رسیدم اونم این که یه روستایی که میتونه اصلا دیده نشه حالا یه روستای دور افتاده به 1001 دلیل امکان داره و میتونه که خودش رو مطرح کنه یه روستایی مثل روستای فیروزآباد من جا داره که همینجا مراتب تقدیر و تشکر خودم رو از یکی از جوانای خوب روستای شما جناب آقای شنبه روزکار اعلام کنم احسنت واقعا آفرین به تلاش این جوان که تونست با پیگیری خودش واقعا این سالن ورزشی رو به اینجا برسونه بنده و همکارانم تصمیم گرفتیم که حکم سرپرستی این ورزشگاه رو به نام خود ایشون بزنیم و امیدوارم که بتونن خیلی فعالتر از قبل اینجا رو اداره بکنن خب دعوت میکنم از جناب مولوی حافظ اربابی معتمدین گرامی و اعضای محترم شورا و همچنین دهیار عزیزمون که به جایگاه تشریف بیارن جهت اهدا حکم سرپرستی همچنین خواهش میکنم که جناب آقای شنبه روزکار هم با تشویق‌های شما به جایگاه تشریف بیارن در افتخار شما باران یه منت نشان تابود دستان بده شنبل که شنبل تی زامات و چوکت بدید تی دستم بده باشنامی تی و تیگه تو کماشیه باره چیه کنه
بچه همین لوک تا گفته گا برو بدهش بوده دکانه بگا من چوکی پوشی کی بده باری تر دیانتی گو گرمین و لحظه سلام و درود و درحباتی پا شما واجهان که مروچی ما رو عزت داته و می دیوان آت که من نزانم چی بگم شما باز گلم ای بابتا که مروچی می مدیر کل ورزش جوانان و استان آت که شی باز پا ما پهری خبری که ماری لایک زانته و یک کندی یک روستای مرزی ای واجه آت که و زحمتواری کرده یک منتواری چه رئیس ثروت مدنی راست کم بکنم ما واجه باز دل سیاه کرده هنو که گنده گو نچاره گونی زانم که چه منی بازی تکرمان ای واجه باز دل سیاه بوده من دیگه گپی نیست من تونم بگوشم که یک جوان یا به من یک جوان یا باور بکنی من مروچی که ده هوشتاتگم من باور بودتگم و من وقتی بچکان باور کرده برو هانی باران دیم بگیر هر خبری دبشی دریه شی باز بروزنی انا شینی ها نامی گفته اللہ مالکن جماعتی نه چوک تو فکر کنه حیال کنه چی پاگل گنو کی نه ہے آوتی جواب دے گا وقت زان من چوکی بچکان دستبندی کنم که ده بیاین تو ما پایان یک شوکی چاپی بزنه لوتون بگوشون که ای حکم منی نه ای حکمی حقدار درستی واجهان هستن شاعر گوشی منا بل منا سوچ منا بلکه یک صدکگی نانی هم بهانی بلا منا هنچی شاگرد هسته و تی سقراط و بغرات متند مروچی افلاطون کمالان ظهورشاه پرش پهر بندند باید چاپی بزنید